الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز میخواهم به سوال یکی از برادران جواب دهم. خوب میگوید السلام علیکم، میخواهم درباره حلال یا حرام بودن بینارنی اپسیون، پاکت اپشن، فورکس، کوتکس و بینانس و بایبیت نوار کنید و جواب عمیق و دقیق دهید. خواهش. خوب یادآور میشویم که هر یک شما نیز میتوانید خواه در کامنتاری باشد یا خواه در اینستاگرام بنده باشد ابونه شده سوالهای خود را روان کنید. انشاءالله تا به قدر توانایی جواب میدهیم. خب برای آنهایی که شاید بعضی این چیزها را نفهمند، همه این چیزها درباره کریپتوالوتا، امروز که کریپتوالوتا خیلی مشهور شده است در بین جوانها، اینها همش بیرژه های کریپتوالوتا است و بینارن اپسیون یک نوع معامله هست که در درون بیرژه های کریپتوالوتا میشود. انشاءالله بیان میکنیم. دوستان عزیز، ما یک برنامه کرده بودیم درباره حکم کریپتوالوتا. میتوانید شما از نجم بینید حکم کریپتوالوتا را و در زیر نوار هم میمونیم، شما میتوانید آن را تماشا کنید. و همچنین درباره فورکس نیز برنامه کردگی هستیم، حکم فورکس را بیان کردیم. شما میتوانید آن را نیز میمونیم در زیر نوار، شما میتوانید از شبکه نجم بینید. پر خوشرو به تفصیل بیان کردگی هستیم. مختصرا برادران عزیز، مختصرا حکم کریپتوالوتا را بیان میکنیم. سپس این چیزها رو بینارن اپسیون و آن چیزهایی که در داخل بیرژه های کریپتوالوتا کرده می شود، اینها را انشاءالله خوشرو حاضر بیان میکنیم. خب اولا میگوییم که کریپتوالوتا، دوستان عزیز، ما در برنامه چه خیلی که گفتیم بیان کردیم، ولی مختصرا میگوییم که درباره حکم کریپتوالوتا اهل علم، جمهور اهل علم معاصرین، حاضر اهل علم آن را جایز نمیگویند. کریپتوالوتا سه تقسیم می شود دوستان عزیز. یک قسمش که خیلی کم است یا غالبا نیست وای که جایز است، وای کریپتوالوتا یکی کریپتوالوتا های پول ها، یعنی مثلا سامانه باشد، موافقه همون کریپتوالوتا اگر داشته باشد جایز است. این با اتفاق اهل علم این جایز است. یا دلار مثلا USD این جایز است، یا اینکه کریپتوالوتا هایی که در دیگر پول ها ربط داده شده اند و مثلا پول کاغذی که داریم همون کریپتوالوتاش این جایز است البته. خب کریپتوالوتا هایی که جایز نیست، با اتفاق اهل علم همه علما جایز نیست گفتن، آن کریپتوالوتا هایی که کازینوها میبرارد و در قمارخانه ها بازی کرده می شود، این کریپتوالوتا ها با اتفاق اهل علم جایز نیست. خب میماند در اینجا یک کریپتوالوتایی که در آن اهل علم اختلاف کردند و جمهور اهل علم جایز نمیگن، آن را حرام میگویند و بعضی از اهل علم اجازت دادند ولی با شرط ها. خب جمهور علما گفتیم جایز نمیگویند. دلیل هاشون، یکی از دلیل هاشون این است که کریپتوالوتا پول حساب می شود و پول را بجز امیر یا خلیفه یا والی، اگر با زبان حاضر گیریم، بجز دولت دیگر حق ندارد که پول را برارد. و کریپتوالوتا برای ما و شما معلوم است که ماینینگ میشد. هر کسی میتواند ماینینگ میکند، یعنی کریپتوالوتا را میبرارد و آن را استحصال میکند. خب این یکم دلیلشون. دلیل دیگر این است که تقلبات زیاد است، یعنی نرخ یک استوار ندارد، استواری نیست در کریپتوالوتا. امروز میبینید که مثلا $30,000 بیت کوین مثلا 30 چند هزار دلار و یک روز پس چند روز پس میبینید که تا 50,000 یا زیادتر $60,000 نرخش چی میشد؟ بلند میشد. یعنی نرخش خیلی بازی میکند و یک نرخ استواری ثابت ندارد. این هم یک دلیلشون است. همچنین میگویند که کریپتوالوتا در اصل در قفای او یگان چی نیست که او را همچون پول، همچون گارانت گویا نگاه داشته شد. مثلا پولهای ورقینه که هر یک بانکنوت هایی که امروز دولت ها صادر میکنند میگویند که در قفاش بانک ملی است یا طلا هست، اما کریپتوالوتا یگان اساسی ندارد که بر همون اساس تکیه کند. خب این بعضی دلیل های همون جمهور علمایی که کریپتوالوتا را بر اساس همین دلیل ها جایز نمیگویند. خب آنهایی که گفتیم بعضی از اهل علم جایز گفتند و با بعض شرط ها گفتند اجازت میدهند، دقت گوش کنید. شاید در برنامه جای اساسیش همینجا باشد دوستان عزیز. آنهایی که
با کریپتوالوتا سر و کار دارید، با همین بیرژه ها سر و کار دارید و بسیار میپرسید، جای اساسی اش رو ذکر میکنیم. دوستان عزیز، آنهایی که اجازت داده اند سپاتینگوی ترگوله، همین نمود خرید و فروش و همچنین با کریپتوالوتا به یگان جا پرداخت کردن، این چیزها رو اجازت میدهند. اما دوستان عزیز، بینارنی اپسیون، آن اپسیون هایی که انسان امروز در بیرژه های کریپتوالوتا خرید و فروش میکند قطعاً حرام است. شورتینگ قطعاً حرام است دوستان عزیز. فیوچرز قطعاً حرام است دوستان عزیز. این چیزهایی که گفته ایستادیم با اتفاق اهل علم جایز نیست و قطعاً حرام است. همچنین کردیت پلیچا، قرضی که میدهند حرام است دوستان عزیز. با همین شرط هایی که ما گفتیم حرام است، خوب جدی اهمیت دهید. خوب اپسیون دوستان عزیز، اپسیون این یک حق است، حقی خریدن، حقی فروختن. همین چیز خرید و فروش میکنی اصلا موافق شریعت این یک بار نیست که یک بار باشد و یک به گفته روسی توار باشد و تو پولش رو داده بخری. نه، این یک حق است. همون حق اپسیون تو میخری و میفروشی به مقصد چی؟ به مقصد فایده به دست آوردن. از جهت مال نبودنش جایز نیست و همچنین از جهتی که بسیار به قمار مانندی دارد، این قمار است و جایز نیست دوستان عزیز. و همچنین شورتینگ دوستان عزیز، شورتینگ در یک مدت کوتاه، شورت است و لانگ است. آنهایی که در همین ساحه هستند این ترمین هایی که من گفته ایستادم خوب میفهمند. شورتینگ است و لانگ است. شورتینگ یک در مدت کوتاه یک چیز رو به نیت فروختن یا خریدن به قرض میگیرند. این قرض است دوستان عزیز. قرض رو گرفته میفروشد، جایز نیست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تبع ما لیس عندك، یا نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع ما لا یملک. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اون چیزی که خود صاحبش نیست، مالک حقیقی ما و شما نیستیم، یک چیز رو به قرض میگیری میفروشی به نیتی که اگر همون ارزان میشود و من قیمتر میفروشم ارزان میشد و گشته بازپس بر میگردانم، این جایز نیست برادران عزیز. و همچنین چنانی که گفتیم فیوچرز، آن چیزهایی که در آینده، یک چیزی که در آینده اتفاق میکنیم که من میخرم یا نمیخرم. مقصد اساسی این چیز همش معامله در فرق است، یعنی در رزنیسه است. همون رزنیسه، همون فرقیتی که از معاملات میشود، یا این برد میکند یا این چی میکند، زیان میبیند. برای همین این چیزها همش جایز نیست برادران عزیز. باز هم تکرار میکنیم که مجمع فقه اسلامی زیر رقم 63 مجمع فقه اسلامی را در کریپتوالوتا، حکم کریپتوالوتا بیان کرده بودیم. یعنی مجمع فقه اسلامی چی است دوستان عزیز؟ گوش کنید. تمام علمایی که در روی زمین هستند، علمای فقه، علمای شریعت جمع میشوند، مخصوصا همون نفرهایی که در اقتصاد سر و کار دارن، اقتصاد اسلامی، آنها جمع میشوند و یک قرارها یعنی فتواهای دست جمعانه صادر میکنند. یعنی جمهور علما به حساب میرود، گویا جمهور علما همین چیز رو فتوا داده ایستادند. این را مجمع فقه اسلامی میگویند. مجمع فقه اسلامی یعنی یک چند علمای اهل علمی کره زمین ما و شما جمع شده، رقم 63 فتوای 63 برآوردن که ان عقود الخيارات غیر جائزه شرعا لأن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. یعنی این چی گفته نگم؟ میگویند که اپسیون، همون اپسیون هایی که هست، آنها جایز نیست، موافق شریعت قطعاً حرام است، زیرا اینکه آن چیزی که خریده می شود و فروخته می شود مال نیست یا یگان منفعت نیست مثل اجاره، و برای همین این جایز نیست. و همچنین مانند همین اپسیون چی است؟ مستقبلیت فیوچرز، آن عقدها، آن خرید و فروش هایی که در آینده می شود. خب اینها همه چی است؟ جایز نیست و حرام است. خب در آخر دوستان عزیز، یکی از اقتصادچیانی یعنی خیلی مشهور که از فرانسه است، مسلمان نیست. امروز بیرژه هایی که هست
این پروفسور است، موریس آله. در اقتصاد جهانی خیلی این بحث ها و یعنی تعلیفات زیاده دارد. موریس آله انا همین بیرژه هایی که امروز چنانه که گفتیم اپسیون و فیوچرز و شورتینگ و دیگر چیزهایی که همه معاملاتی که حرام گفتیم، همین ها رو میگوید که همه اینها کازینوهای هستند که کازینوهای عالمی، کازینوهای مایده چویده نیست و کازینوهای چی؟ کازینوهای خیلی کلان هست که از همه کره زمین مردم با واسطه اینترنت در آمده چیکار میکنن؟ قمار بازی میکنن. این هم گپی سخنی که است، سخنی یک اکونومیست، یک اقتصاددانی که از فرانسه است. با همین انشاءالله اکتفا میکنیم. الله حق سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما رو رزق که از جهتی باید حلال باشد، رزقمان را از جهتی حلال دریافت کردن موفق گرداند و از هر معامله هایی که حرام است الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را نگهبان باشد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.